بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول الشارح: أنواع العبادة التي أمر الله بها وأدلة كل نوع. يعني هذه الموضوعات موضوعات صاحب الشارح، موضوعات الشارح، إنه موضوعي خذي شارح حسن. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. این قول ابن کثیر نگذاشت بودیم، این باید که نگذاشت ما خیلی صاحب متن میگوید که ابن کثیر الله رحمتش کند گفت اون ذاتی که این چیزها را آفریده است، یعنی که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم بود، بعد گفت که الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، همون گفت است. همان ذاتی که این چیزها را آفرید هو المستحق للعباده، همون است یا که هوای است حق بر و لایق عبادت. و نوعهای عبادتی که الله به اونها امر کرده است مانند اسلام و ایمان و احسان است و میبه بودمش. و قال الشارح شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود واستدل بقوله تعالى، وقتی که شیخ الله رحمتش کند بیان کرد که رب معبود است، واستدل بقوله تعالى، دلیل به قول الله آورد. خلاص یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم عبادت کنید پروردگارتان را، ذاتی که خلقکم شما را آفرید، والذین من قبلکم و کسانی که قبل از شما بودن، لعلکم تتقون. انا میگن لعل موافق با گفت ابن قیم رحمه الله به معنای چی است؟ به معنای تعلیل گفتن باعث تقوای شما میشد. ما معنى تقوى؟ يعني جعل الشيء وقاية كي تقيك من عذاب الله. یک چیز سپر قرار میدهی، یک چیز را سپر قرار میدهی، یک دیوار قرار میدهی، پرده قرار میدهی که تو را نگه میدارد، از تقیک نگه میدارد تو را از عذاب الله سبحانه و تعالی. اکنون همون چیز مهربانی الله سبحانه و تعالی رو بینید که از یک چیزش نکرد، از چندین چیزها. مثلا در دیگه جا میگه که الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده هستید از الله تقوا کنید، یعنی که کاری کنید که شما مثلا یک سپر راست کنید که از عذاب الله شما را نگه دارد. اما سپر از چی عبارت است؟ این میگه که وقولوا قولا سدیدا، گپ راست کنید، گپ درست کنید. خیلی سعی و دیگه چیزا ما اینجا نمیگوشه عبادت کنید، این عبادت شما باعث آن میشد که پرده میشد شما را عذاب الله نگه میدارد. یعنی همون متریالش گویم از چندین نوع ها است. استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية، شاهد آورد به سخن ابن کثیر الله رحمتش کند در تفسیرش نسبت همین آیت: و اراد ان یبین انواع العباده، و خواست که اکنون بیان کنند نوعهای عبادت را، و ادله کل نوع و دلیلها هر یک نوع را. فالعباده فی اللغه معناها التذلل والخضوع، و منه طریق معبد یعنی مذلل مخضع بالمشي علیه. و میگو عبادت در لغت معناش خار شدن و خاکسار شدن است. برای از همین جهت گفتن که طریق معبد یعنی راهی ذلیل خار
فروتن به سببی بالاش راه رفتن. یعنی کسی که نباشد نغزه گنده انسان حیوانه بالاش هم میگذرد، همین راه چی شدگی است؟ محبت شدگی. فهمیدید؟ از گذشتنی همه این خیلی که مثلا این راه این که چی؟ خاص بخواه آدم ها میگذرد حیوان گذرد نه. یعنی که مثلا فروتن. والعبادة قسمان، عبادت دو خیل میشه. القسم الاول عبادة عامة لجميع الخلق، بندگی عام میگون، این تعلق به همه مخلوقات دارد. این نوع عبادت یگان کس سرپیچی کردن نمیتونه. كلهم عباد الله، همه مخلوقات عباد الله هستند، بنده های الله. المؤمن والكافر والفاسق والمنافق كلهم عباد الله. مؤمن باشد و کافر باشد و فاسق باشد و گبناگیر و یا که منافق درویه باشد، همه ایشان بندگان الله هستند. یعنی که در اونها یک عبد وجود دارد، بندگی وجود دارد. بمعنی این بو معنی است که انهم تحت تصرفه و قهره. معنی این که اونها همه در زیر تصرف و قهر الله می باشند. الله کجا کتابت همون طرف میره. فهمیده؟ الله اونها رو به کدام طرف متوجه کنه به همون طرف متوجه میشه. و انهم تجب علیهم عبادته سبحانه و تعالی، و واجب است در گردن همه اونها عبادت کردن الله سبحانه و تعالی. هذه عبادت عامه لجميع الخلق مؤمنهم و کافرهم. این چی میگوین؟ این عبادت عامه میگوین نسبت جمیع مخلوق ها، مؤمنشون باشد کافرشون باشد. كلهم يقال لهم، همه اونها را گفته می شود که عباد الله، الملائکه عباد الله، المنافقون عباد الله، الفساق عباد الله، بمعنى انهم مخلوقون له، یعنی مخلوق او هستند گفتگی و مذللون خارشده او هستند. لا يخرج احد منهم عن قبضته و سلطانه، یگان کسی از کسانی در بالا نامبر شدن از قبضه او و از سلطان او خارج نمیشن. مثلا گفت که این ما از تریتور الله میبرم دیگه تریتور میرم، سلطان نه سلطنت زیر حاکمیت. كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نیست یگان کسی در آسمان ها و زمین مگر به نزد پروردگار بنده شده می آید. فهمیدید؟ یعنی هر مخلوق در آسمان و زمین هست، این خواهد نخواهد بندی الله است. در پیش الله کدام لحظه که نباشد یعنی که بنده حاضر است. هذا يشمل كل من في السماوات والارض المؤمن والكافر. این شامل تمامی کسانی می باشد که ایشان در آسمان باشند یا در زمین باشند، مؤمن باشد و کافر باشد. كلهم در آسمان کافر نیست که عام باشد. كلهم يأتون يوم القيامة منقادين لله سبحانه وتعالى. همه ایشان در روز قیامت در حضور الله سبحانه و تعالی یعنی که حاضر جمع میشوند همچون سرخم کننده برای الله. ليس لأحد منهم شركة مع الله سبحانه وتعالى في ملكه. یگان کسی از اونها چی ندارد؟ شریک ندارد با همراه الله در ملک الله. القسم الثاني اکنون قسم دوم عبادت عبودیت خاصة بالمؤمنین. این عبادت خاص میگن به مؤمنها. كما قال تعالى خلی الله تعالی میفرماید که و عباد الرحمن، و بندگان رحمان. اینجا اضافه چه خیلی اضافه است. این اضافی تشریفش میگویند. فهمیدید؟ اضافی چی؟ تشریف. و بندگانی برگزیده الله میشن، یعنی بنده های با مخصوص چی الله که الله رو باید بنده من هستند گفته قبول شو کرد، عبادتی اونا رو قبول کرده. کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، در روی زمین به آرامی و به آسودگی و رحم می‌روند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. همین اسمه الله تعالی بفرمود ان عبادی، به درستی بندگان من نگاه کنید. اینجا بنده های خلص. شیطان چی گفت؟ شیطان وعده کرد گفت که من این خیل میکنم اون خیل میکنم، و الله تعالی گفت ان عبادی، به درستی با بنده های خالصی من. اینجا هم اضافه شده به الله سبحانه و تعالی. ضمیر متکلم
بنده های خالصی من لیس لک علیهم سلطان، تو زورت به اونها نمیرسن. لیس لک، تو نمیتوانی بشن. لک ان تدخل، تو میتونی در رای. مثال لک ان لا تدخل، تو میتونی که نداری. هل لی ان ادخل، من میتونم در رایم. فهمیدی؟ همین لک میتونی، لی میتونم بشن. همین معنا رو میبینم. فهمیدی؟ لیس لک، تو نمیتوانی علیه، یعنی اینجا به معنی اینکه یعنی بالا یگون قوت و سلطان نداری تو بالای اونها. اینجا علا به معنی مضرت، ضرر، یعنی یگون فایده نداری که تو به همون فایده علیه بر ضرر بندگان من مثلا تو یگون کارنمایی بکنی گوشته. این کدوم بنده ها رو گوشته ده؟ بنده های مخلص هم میشونه، در بعضی قرائت مخلص هم میشونه. وقال شیطان گفت که الا عبادك منهم المخلصین، مگر بندگانت را از اون بنده های عام، از دوری و حبوب مخصوص بندگانت را و یاش نمیتونم المخلصین و یا چند خلاص شده هستن از زیر از چنگال من و یا خلاص، من دستم کوتاه به اونها به خاطر اینکه و یا دست کنم. هذه عبودية خاصة، إن عبودية خاصة من الله مرزقنا، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. إن عبودية طاعات وتقرب شدن نزدیک شدن به الله هست به طریق چی؟ توحید. این به طریق چی میشه؟ توحید. برای همین انسان باید که کوشش کند، حرکت کند، تلاش کند از پشتی کدوم نوع عبادت؟ توحید. از پشت کدوم کار؟ یعنی که یکم درجه باید آموزد توحید، که یگانه چیزی که من شما را یعنی که به الله نزدیک میکنه، از شیطان دور میکنه، این چی بوده؟ توحید. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها. در شریعت علما نسبت تعریفات عبادت اختلافات کردن. یعنی این اختلاف خیلی که مثلا یک تاش ضد یک تاش باشه، یعنی که عباره ها را هر خیلی گفتن. اگر نه اصل معنی یعنی اختلفت عباراتهم في تعریف، یعنی علما در تعریف آن عباره های به عباره های گوناگون معرفی کردن، ولی معنی واحد، وگرنه معنی همه اونا رو جمع کنی یک چیز گفتگی. مفهوم؟ نه. فمنهم من يقول العبادة غاية الذل مع غاية الحب. بعضش مثلا گفتن که عبادت بی نهایت خار شدن است و در برابر این خاری بی نهایت محبت باشد، محبتی بی پایان باشد. فهمیدید؟ یعنی پیش یک کسان خار میشوید، مثلا یک پیش یک مخلوق انسان خار شود، همون خودش مثال گیریم نشون دادم، لیکن بدلش میگوید که کی باشد که من همین وظیفه خالص شوم، یا که کی باشد من گفت که تمام وظیفه کاری تو تمام شد که من یه قامت راست کنم گردم. یعنی به ظاهر گویا که محبت دارد و به باطن یعنی که بدبینی یا کراهیت دارد. هم خلاص. اما در برابر الله سبحانه و تعالی من شما وقتی عبادت میکنیم خود ما را هم تو پس تو خار میزنیم، در برابر همین یعنی که با الله با محبت داریم که نمیخوایم که همین وظیفه ما را چیکار کنه؟ آزاد کنه. ها؟ بله. كما قال ابن القيم في النونية، خليك ابن القيم در نونية گفتگی است که همینه ده کتاب نونية دارد مخصوص کی تمامی همش شعرش به نقطه خاتمه دادگی. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. عبادت الرحمن، عبادت الله، این چی است؟ عبارت از چی؟ این بی نهایت دوست داشتن است او را در برابر چی؟ با خار شدن بنده اش، با هم عابدش خودش خار و ذلیل میگیرد. هما قطبان. انامین چی هست؟ ستونی آب آسیاب همینه، ستونی همون آسیاب اکو آسیا رو میدینه و گندم ها رو تونیم میکنن برای محکم که برای یعنی که همون یعنی که دون ها رو جدا کردن چیکار میکنن؟ حیوانا بالاشون راه میرفتن، هم خلاصه و حیوانا رو مونه خودش راه میرن، نه باید یک چوب میزنن، هم خلاصه بعد حیوان مثلا یک رسمان قطعی میبندن، یک رسمان معین قطعی که اون دایره نبراید، بعد میزننش راه گشتن میگیرن.
بالای یعنی گندم برای خاطرش معده کردن بیان هم خلاص همون ستون نباشد میبرد برفت دایره هم خلاص یعنی عبادت همین دو چیزی اساسش همین است که یکدیگر باید جدا نباشد. این چی بوده است؟ غایت الحب غایت الحب نعم فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل بات معرفی کرد او را گفت که عبادت این بی نهایت میگود دوست داشتن است با همراهی بی نهایت خار شدن. و منهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلی. بعضی چنین معرفی کردن گفتن که عبادت این آن چیزی است که در شریعت مأمور یا که امر شده است به یگون پیروی عرفی و به یگون اقتضای عقلی من همین میگوید. فهمیدید؟ من عبادت این خیلی میکنم عقلی من گفته است که من خیلی من دادا بابام گفتگی که عادتی ما هم خیلی نه. فهمیدید؟ این یک قانون الهی است که مثلا نباید که انسان محلگرایی کنه گفت که یا که مثلا خودش دونا گرفت و گفت که من به عقلم باید نمیخوام. اگر به عقل عبادت میشد دیگه حضرت علی چی کار میکردن؟ گفتن که من مسح در پایان مسح میکنم در تگ مسح میکنم ولی شریعت بالا گفت تمام. لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف. چون که عبادت ها توقیفی هستند از هوا از عقل و عرف و عادت نمی باشند و انما تثبت بالشرع. معنای یعنی توقیفی همین بوده است که یعنی که در شریعت ثابت شدگی است و هذا تعریف صحیح. این تعریف چی است؟ درست همین است. ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. میگوید که ولی با تعریفی هست که او را تعریفش میگن جامع همه چیز داره همه گفتهای بالا رو در درونش میگیرد. المانع مانع چه؟ یعنی دیگه تعریفات معنی میکنه. مانع به قوت همان است که شیخ الاسلام یعنی که او را معرفی کرده است ابن تیمیه آنجا که گفت که عبادت یک اسمی فراگیرنده است تمام چیزهایی را که الله همون چیزها را دوست می‌دارد. خواه اون چیزهای دوست داشته الله از قول عبارت باشند خواه از اعمال، خواه از قول اعمال ظاهری باشند یا که از باطنی باشند. هم خیلی است خواه ظاهری باشه خواه انا برای همون این وقتی که اسم جامعی که گفت غایت الذل الله دوست می‌دارد غایت الذل البته دوست می‌دارد در درون این هست غایت الحب در درون این همش داخل شد. فهذا التعريف الجامع المانع این تعریفی فراگیرنده معنی کننده که مثلا دیگه از این یا که به قوت دیگه یگون آلودگی مثلا ندارد یگون از وهو ان العباده اسم لجميع ما امر الله به همون این بود است که عبادت یک اسمی بود است فراگیرنده تمامی چیزهایی که الله امر کرده باشد با اون و ففعل ما امر الله به طاعه لله. پس انجام دادن آنچه را که الله به همون امر کرده است این طاعت است برای الله و ترک ما نهى الله عنه طاعت لله یا و ترک کردن آن چیزی که الله از همون کار منع کرده باشد اینم یک طاعت است برای الله سبحانه و تعالی. هذه هي العباده عبادت همین است. ولا تحصر انواعها نوعهای عبادت چی نمی باشد؟ محدود نمی باشد. یعنی که نماز است عبادت تمام انواعها كثيره بنابراین نوعهای عبادت بسیارند. كل ما امر الله به فهو عباده هر چیزی که الله امر کرده باشد او عبادت است و كل ترك لما نهى الله عنه طاعه لله هو العباده. یعنی تمام ترک هر آن چیزی که مثلا گفتیم و چیه که هر آن چیز کل ترک یعنی هر چیزی ترک شده نسبتی آن چیزی که الله از اون منع کرده باشد طاعت است برای الله سبحانه و تعالی این عبادت است. ولا تحصر انواع تکرار میکنم میگه که انواع عبادت یعنی که محدود نمی باشند انواعها كثيره كل ما امر الله به فهو عبادته
فهو عباده. هر آن چیزی که الله امر کرده باشه او عبادت است. و كل ما نهى الله عنه فتركه سواء كان ظاهرا على الجوارح او كان باطنا في القلوب فهو عباده. و تمام آن چیزی که الله او منع کرده باشد بس ترک منع کردی الله، خواه ظاهری باشد یعنی که به اعضاها انجام داده شود او را، یا که باطنی باشد در قلب ها، این عبادت است. لان العباده تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. زنو که عبادت در زبان هم می شود، یا که به عبادت زبانه و در قلب می باشد و در جوارح هم می باشد. تكون على اللسان مثل التسبيح والذكر والتهليل والنطق بالشهادتين كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله فإنها عبادة. عبادت زبانی میشد مانند تسبیح، ذکر کردن، تهلیل کردن لا اله الا الله وحده لا شریک له، نطق کردن دو شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. تمام اقوال سخنهای زبانی که در شریعت اساس دارند عبارت از ذکر الله باشند و یا یعنی که عبادت هستند. و كذلك كل ما في القلب من التقرب الى الله عز وجل فانه عباده. و تمام آن چیزی که در قلب است به نیتی به الله نزدیک شدن به درستی و عبادت است. كالخوف والرجاء والخشيه والرغبه والرهبه والتوكل والانابه والاستعانه. همانند ترس، خوف بردن و امید کردن و ترسیدن و رغبت کردن و رهبت، اینو همش میبینه و توکل کردن و بازگشتن و یاردن پرسیدن. تمام این اعمال قلب، اللجوء الى الله بالقلب، به سوی الله التجا کردن به سوی الله سبحانه و تعالی با قلب. و خشیت الله و خوفه، از الله ترسیدن و خوف بردن. و رغبت الیه، به سوی او هوسمند شدن و حرکت و کوشش کردن، محبت بستن. و محبت او سبحانه و الاخلاص له، برای الله اخلاص کردن. و نیت صادقه لله عز وجل، نیت راستین برای الله سبحانه. كل ما في القلوب من هذه الانواع فهو عبادت. تمام آن چیزی که در قلب هاست از این نوع‌هایی که نمبر کردیم اینا عبادت هم. و كذلك تكون العباده على الجوارح، همچنین عبادت در اعضاها هم می شود، مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس، بنفس جهاد کردن، والهجرة و هجرت کردن. كل هذه عبادات بدنية، تمام اینها عبادت های بدنی می باشند. والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح، روزه هم میگویی این عبادت بدنی است که در اعضاها نمایان می شود. فاذا العباده تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح. بس این هنگام عبادت هم در زبان میشود، هم در قلب و هم در اعضاها. ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية. بعد در نوبت خود میگه با عبادت تقسیم میشه به عبادت بدنی که بدنی شما سر و کاردار است و به عبادت مالی به پول و پیسه شما سر و کاردار است. العبادة البدنية هي الثلاثة الأنواع التي قلنا. عبادت بدنی همون سه نوعی است که ما گفتیم در باره ها، تكون على اللسان و على الجوارح و على القلب. مفهومه؟ و تكون مالیه، عبادت با مالی می شود، مثل اخراج زکات برآورده دادن. و مثل الانفاق فی سبیل الله، در راه الله یکون پول و پیسه صرف کردن. و هو الانفاق فی الجهاد، و هو یعنی که مراد در راه الله در جهاد پول و پیسه صرف کردن. الله تعالی فرمود که وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، و جهاد کردن در راه الله با مال و جانشان. قدم الاموال على الانفس، در از نفس ها را دیده یعنی که مال ها را تقدیم کرد. فالجهاد بالمال عبادت مالیه، بس میگوید جهاد به مال این عبادت مالی است. الحج يتكون من عبادة بدنية و عبادة مالية. اگر حج پرسن میگه که حج این در بر میگیرد یا که تشکیل مییابد از عبادت بدنی و از عبادت مالی. فاداء المناسك الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه عبادت بدنیه. میگوید که مثلا گیریم ادا کردن مراسم های حج، مناسک گفتم عبادت های حج میگوید، مراسم های حج مثل طواف کردن در اطراف کعبه،
سعی بین صفا و مروه و در جمرات یعنی که مثلا سنگ پرتافتن و در عرفه گفتگی جای سنوم که ایستادن و خواب رفتن در مزدلفه گفتگی جا بعد عرفه، اینا عبادت بدنی می باشن. اما الانفاق فیه، اما در حج پول صرف کردن، فهو عبادت مالیه، این عبادت مالی است. لأن الحج يحتاج الى نفقه، زیرا اینکه حج میگوید احتیاجی به چی دارد؟ به نفقه، پول دارد. به گدایی نیست حج کردن نمیشد. قال الاسلام والایمان والاحسان ودلیل کل، اسلام و ایمان و احسان و دلیل هر کدام. و انواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والایمان والاحسان، نوعهای عبادت که الله امر کرده مانند اسلام و ایمان و احسان. وقال الشارح والشيخ رحمه الله اورد امثله للعباده من باب التمثيل لا من باب الحصر. شیخ محمد بن عبدالوهاب الله رحمتش کند ذکر کرده است یا که ایراد کرده است مثال هایی را برای عبادت ها از باب تمثیل، نه از باب حصر، نه باب شمردن. که مثلا در اینجا میبینید یک چند عبادت ها ذکر میکنه، اسلام و ایمان و احسان و دعا و خوف و رجا و توکل و میگوید اینا نگوید که همین گفتگی های همین شیخ محمد بن عبدالوهاب به همین قطع عبادت ها تمام، نه، این از باب چی؟ تمثیل. مثال میبرد که جاهای ضرورهای عبادت مردم شد، چون که بسیار وقتا مردم در همین ها خطا میکنن، خطاگی های مردم، نافهمی های مردم در همین ها هست. برای همون خطاگی هاشون یعنی که از چی صادر می شود، چی باید کرد، همون باید اساسی عبادت ها رو شیخ ذکر کرده است. این از باب چی؟ از باب چی بوده؟ تمثیل بوده، نه از باب چی؟ حصر. مفهوم؟ حصر شمردن. یعنی میگه با نگوید که شیخ محمد و ابوها عبادت ها رو شمرد. یک کس بود که من میدونم عبادت ها چند تا 15 تا، اگه فهمیدی با 15 تا عبادت بوده، اون شیخ محمد و ابوها گفتن نه، میگه این از باب تمثیل کرده، نه از باب حصر. لانها اکثر مما ذکر، زیرا که عبادت ها از ذکر کردگیش بیشتر میباشند. ولا يمكن استيعابها في رساله مختصره، همه اونها در یک رساله چیکار کردن؟ فرا گرفتن و جمع کردن. یعنی که ممکن نیست استیعاب میده، نه یک چیز به قالا فرا گرفتن. در تیمم نزد ما شرط نیست استیعاب، در شرح کتاب میگه شیخ عطاری، ولی نزد ما شرط نیست استیعاب در تیمم دو نکته را دریاب. در نزد ما میگه شرط نیست وقتی تیمم کردن هم چیکار کنیم؟ همه جا ما خاک آلود کنیم، بینی ها و خاک کشیم، چشما و درناج دور گوشام رو خاک آلود کنیم. نمیگه در تیمم میگه دو نکته را دریاب، یعنی دو ضربه گذاشته. که مذهب ابو حنیفه رحمه الله این قسم میگه که حدیث های که حدیث های صحیح قوی نیستن، دو ضربه میگه. اصلا تیمم مثل قرآن ذکر یک ضربه هست، هم برای دست هم برای رو. بله. نعم. لكن ذكر أمثلة، ولی چکا کرد مؤلف و یار ذکر کرد امثله، یعنی مثال ها ذکر کرد. ولی شیخ الاسلامی رسالة مستقله، شیخ الاسلام رساله مستقل دارن در این باب، اسمها العبودیه، یعنی گره خوب آید العبودیه دارم. تبحث في العباده، درباره عبادت ها بحث میکنه، و انواع العبادات، نوعهای عبادت در اونجا میگه. و بیان الانحرافات التي حصلت من الصوفیه و غیرهم من في العباده، و بیان میکنه در اون کتاب میگه درباره چی؟ از جاده برومدن، از جاده برومدن، از راه روشی شریعت برومدن، انحراف میل کردن، میل های را ذکر میکنه در اونجا که روی داده است از طرف صوفی ها و غیر اونها در عبادت. و هي رساله قیمه، رساله بزرگ است. يحتاج طالب العلم ان يقراها، بقراءة اون طالب علم چی دارد؟ احتیاج دارد. قوله رحمه الله، قول المؤلف گفت که مثل الاسلام والایمان والمانند، یعنی مثلا اسلام و ایمان و احسان. هذه الانواع الثلاثه، این نوعهای سگانه اعظم انواع العبادات، از همه بزرگترین انواع عبادات میباشند. الاسلام والایمان والاحسان. و سياتي شرحها في كلام الشيخ
در کلام خودش با گپ درباره اینها با مخصوصا میبرد الله رحمتش کنه. فی الاصل الثانی در اصل دوی مول در اصل یکم رفسودیم و ذکرها هنا و وایها رو در اینجا ذکر کرد برای چی؟ لانها من انواع العباده، چون که این لازم آمد که باید که مهمترین انواع عبادت هم تو سر کنه ذکر کنه. فالاسلام بارکانه الخمسه والشهادتان و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج بیت الله الحرام. اسلام به 5 رکن است: دو شهادت و نماز گذاشتن و زکات دادن و روزه داشتن و حج بیت الله الحرام. هذه كلها عبادات مالیه و بدنیه، همه اینها عبادت های مالی و بدنی بود. و كذلك الايمان باركانه 6، همچنین ایمان میگه به 6 رکن است و هو من اعمال القلوب، این از عبارت از اعمال قلب میباشند. الایمان بالله، ایمانی به الله و ملائکته و فرشتگانش و کتبی به کتابهایش و رسولی به رسولانش و الیوم الاخر و به روز آخر و ایمان بالقدر خیره و شره، ایمان به تقدیر نیکی و بدیش. هذا عبادت قلبیه، اینها در عبادت قلبی داخل میشن. كذلك الاحسان، همچنین احسان و هو رکن واحد، این عبارت از یک رکن میباشد و هو ان تعبد الله كانك تراه، و اون است که تو الله را عبادت میکنی همون عبادت همانند اون عبادتی کسی میباشد که تو او را میبینی. فهمیدید؟ یعنی عبادت کن عبادتی کسی که میبینیش. مثلا در پیش یک کس چی خیلی کار میکنی که در چشمش طوری بیاد بی آدابه نشنه، هم تو عبادت کن که در پیشگاه الله تو رو دیده ایستاده است که تو رو دیده ایستاده است. این احسان میگه. فإن لم تكن تراه، گرچند که تو او را نبینی، فإنه یراک، الان نیری درک کن که او تو را دیده ایستاده. هذا اعلى انواع العبادت، این از همه بلندترین یعنی که نوعهای عبادت است. لأن الاحسان هو اعلى انواع العبادت، چون که احسان این خودش از همه بلندترین انواع عبادت هست. و هذه تسمى مراتب الدین، هر سه این را مراتب دنیا کس پرسن که مراتب دین چند است، میگه که سه تا: الاسلام والایمان والاحسان، لان مجموعها هو الدین. همه اینها با تشکیل میشن چه؟ دین میشن. ما هو الدین؟ لأن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، جرا که حضرت جبريل وقتی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید در حضور صحابگانش و اجابه النبي صلی الله علیه و سلم عن الاسلام، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دستوری و جواب دادن درباره اسلام و ایمان و احسان. قال، جناب پیامبر در آخر چی گفتن که هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم، انا من جبريل بود آمد شما را به خاطر چی؟ به خاطر امر دینتان را تعلیم دادن. امر دین یعنی که مراتب دین تونه اسلام و ایمان و احسان و فهم. فسمى هذه الثلاثه، این سه را جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نام چی گفته؟ الدین نام. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.